با عرض سلام و درود خدمت همه شما دوستان گرامی بینندگان عزیز. ما امروز آمدیم سر زمینا و میخوایم که زمین رو امروز شخم بزنیم، قلبه بکنیم به اصطلاح. و قلبه ای که ما میکنیم هم با گاو هست، طوری که شما در تصویر میبینید. شما رو امروز با فرایند قلبه کردن آشنا میسازیم. امیدوارم برنامه برایتان جذاب و جالب واقع شود و تا آخر برنامه ما را همراهی بکنید. در تصویر شما دوستان عزیز آقا عزیز را میبینید که کلوخای زمین را داره نرم میکنه. گرچه کلوخای زمین در وقتی که ماله میکشه هم نرم میشه، ولی انجینر عزیز میخواد پیشا پیش کلوخا را نرم بکنه تا در کاشت زمین بسیار مفید واقع شود. خب بریم به طرف قلبه ببینیم که چه قسم قلبه میکنه. قلبه را شما نمیدونم قبلا دیدید ندیدید دوستان عزیز. وسیله ای را که شما در دست کربلایی میبینید کنده نام داره و او شلاق هم که در دستشان میبینید شلاقی نامیده میشه و گاوا هم که مصروف کشیدن کنده است. زمین نرم است، به اون خاطر کنده تا عمق فرو میره، خاطری که زمین نرم است و سال قبل هم کشالو کشیده بوده و امسال هم پس از ختم قلبه زمین را برای کاشت کچالو آماده میکنن. وسیله هایی که شما در دهن گاو میبینید به نام کوچلی نامیده میشه. کوچلی رو به این خاطر در دهن گاو نصب میکنه که گاو هنگام قلبه کردن علف تر نخوره. به خاطر اینکه علف تر بخوره گردن گاو خراب میشه، به اصطلاح گرد و بیرو میشه به اصطلاح وطنی. کربلای امروز خلاص میتونید؟ آره انشالله باید خدا. قریه ای را که شما در تصویر میبینید قریه سبزدره است عزیزان، از مربوطات ولسوالی سدوم یکاولنگ، مربوط ولایت بامیان. فصل هم فصل بهار است و فصل سرسبزی و شادابی. هذا قول مرتين. باشا یکاولنگ نمبر 2. یکاولنگ نمبر 2 بله. هر هر
هدا بر خب خب وده غضب بمونی های